پشمو. درود بر خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا امروز بالاخره یه ویدیوی خرج کردنی داریم، اونم چه خرج کردنی، گردونه دنس ورود به اسکواد خفن خودمون که قراره که ازمون یه دزدی حسابی بشه امشب و با اسپین آخر میده دیگه احتمال زیاد، ولی شاید 2-3% امکان داشته باشه که با اسپین آخر بهمون نده، هرچند میدونم میده. معمولا تو این گردونه ها موفق نیستم و خیلی هم موفق نبودن و بریم ببینیم که اولین اسپین قراره چجوری باشه. من این گزینه رو هی دستکاری کنم چون ممکنه که خود شانس بده بالاتر. و اینکه بچه‌ها این احتمالاً شما این ویدیو رو دیر تماشا میکنید و دیگه از بزرگی خودتون ببخشید. من این گزینه رو هی دستکاری کنم چون ممکنه که خود شانس بده بالاتر و بریم که اسپین دوم رو هم بزنیم. و بدترین تصمیم اینه که اون باکس پایینی رو بده باجی، چون باکس من دارم و فکرشو بکنم بین دنس و اون گیر کنه و اونو بده. یه بار بریم بیرون بیام داخل. به عنوان باب مثلا ما میخوایم از گارینا دزدی کنیم. ای بابا خوچی نمیدونم دزدی کردم یا نه، ولی فکرشو بکنی یکی بخواد کاتانا رو فقط بگیره و توی این اسپین بهش بده، حلالش هر کیه. بریم که اسپین 200 رو هم بزنیم باز مجددا به خیال دزدی از گارینا. البته دوستان خیلی سعی نکنید از گارینا دزدی کنید چون نمیذاره و از خودتون دزدی میشه. و ببینیم که این اسمی قراره چجوری باشه. به به چقدر خوب، چیزی که داشتم و بهم داد، اصلا فشار نمیخورم. و این 300 جمی و آقا بعد این آقا الان مسئله بین مرگ و زندگیه. ای بابا اشکال نداره، من که میدونستم از همون اول قراره چجوری بشه. آقا بریم با تک اسپین اینو در بیاریم و یه باک پیدا کردم که حتما میده و بریم که امتحانش کنیم دیگه، ببینیم با تک اسپین بهمون میده یا نه. پشمو با تک اسپین بهمون داد حاجی، خیلی شانس بالایی داره. کلا این گردونا شانسشون بسیار بالاست و احتمالش زیاده که با تک اسپین بهتون بده. کیل باکسش خود منو شبیه ساکورو میندازه. بریم که ببینیم آقا توی پروفایل چجوریه. به خدایی خیلی قشنگه. و بریم که ببینیم وقتی توی کلش اسکواد اول بشید چجوریه. نگاه خدایی نگاه چجوری میاد، کلن فرق داره. خب باش دمتون گرم که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.